بسم الله الرحمن الرحیم. سوره علم نشرح شروع میشه. این عینا اینقدر مضمونش رابطه قوی با سورت سابق داره. این بیان اعزاز پیغمبر علیه السلام است. کلمه علم نشرح در اول ذکر شده، کل سورت به نام علم نشرح یاد کرده. خو این شرح چقدر نعمت بزرگ است تشریح میکنیم ان شاء الله. این سورت 12ام سورت است که این بعد سوره ضحی و قبل سوره عصر نازل شده. اونجا بعد الفجر قبل العصر بود، خود به خود معلوم شد. ارتباط سورت قط ما قبل، در ما قبل هم تسلی برای پیغمبر بود به نزول وحی و به ذکر انعاماتی که قبل از نبوت الله تبارک و تعالی بالای پیغمبر کرده. در اینجا سه نعمت بزرگ یا بیان اعزاز پیغمبر به سه نعمت بعد از نبوت میکنه. اموری که قبل از نبوت شده باشه او قبل از نبوت، ای بعد از نبوت. یا سه نعمت بزرگ است که سوره علم نشرح بعد از نبوت است، در سوره والضحی قبل از نبوت است. و در اینجا الله تبارک و تعالی مهم یا وظیفه و رسالت عمومی پیغمبر علیه السلام پیش میکنه که باید چی بکنه. در آخر سورت این گپ بر ما ذکر میکنه. موضوع سورت هم بیان اعزاز پیغمبر علیه السلام با دادن اون نعمتایی که بعد از نبوت است برایش. اول بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. علم نشرح لک صدرک. آیا ما نگشودم لک برای توی پیغمبر علیه السلام صدرک سینه تو را. شرح صدر گشودن سینه برای چی است؟ سینه پیغمبر علیه السلام برای چی بگشاید؟ مفسرین یا زیادترش میگه آمادگی برای تحمل نبوت است. اما مسئولیت نبوت که به پیغمبر داده میشه اونمو را به نام شرح صدر یاد میکنه، لیکن این قول ضعیف معلوم میشه. چرا؟ شرح صدر یکی از جمله صفاتایی است که پیغمبر باید بدون نبوت هم داشته باشه. چرا که موسی علیه السلام نبوت برش داده شده بود. خب بعد از اون میگفت که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. از همون خاطر است که مهم ترجمه اینجا است که شرح صدر برای پذیرفتن و تحمل مسئولیت نبوت یکی و پیدا کردن حوصله قوی در برابر تمام مشکلات امیر رسالت. این را به نام شرح صدر یاد میکنه. پیغمبر علیه السلام الله تبارک و تعالی امی قسم حالت برش آورد. در شرح صدر اقوال مختلف است. کسی 4 شرح صدر ذکر میکنه، لیکن مشهور 2 شرح صدر است. یکی در هنگامی که در معراج میرفت و یکی پیش از نبوت پیغمبر علیه السلام توسط جبریل امین و ملک دیگه که آمده بود سینه پیغمبر علیه السلام چاک کرده بود. کینه، حسد و همون چیزها را از قلب پیغمبر پاک کرده بود. توسط این پاک کردن سینه پیغمبر حال دیگه فراخ شده، تنگ نظر نیست، احساساتی نمیشد، این بی‌حوصلگی نمیکرد، در برابر هر نوع ظلم بالکل بسیار به خونسردی جواب میداد. زندگی یا سیرت پیغمبر که مطالعه میکنه این نشانه ها را یک شما میبینه. و همچنان عدم خستگی در دعوت و همچنان هر قدر حالت دشوار و ناگوار سرش آمده پیغمبر مایوس نشده، بلکه اتکا و اعتماد سرش کی بوده؟ الله تبارک و تعالی. و قرآن به ما درس میده که دعوتگرا زمانی که میخوان که دعوت بده از اول باید چی بکنه؟ سینه خدا وسیع بسازه، تنگ نظر نباشه، سینه خدا وسیع بسازه، حوصله پیدا کنه، زود قهر نشوه و یک هدف خیلی قوی به خود داشته باشه. و کدام هدف است؟ رضامندی الله. بس دیگه چیزا را در نظر نگیره، انشالله در دعوت خود کامیاب میشه. الم نشرح لک صدرک. یا ما نگوشیدیم لک برای توی پیغمبر علیه السلام. لک اشاره میکشه که این معامله برای پیغمبر علیه السلام شده، برای دیگران نشده. به دیگران شرح صدر میشه، خب به او اندازه که برای پیغمبر شده نشده. صدرک سینه تو پیغمبر علیه السلام، چرا که تو تحمل تمام مصائب و مشکلات دعوت در ذمه گرفتی. امی قسم الله اخلاق حسنه را در قلب تو جا داد. از همون خاطر اخلاق حسنه پیغمبر بی‌نظیر بود. کسی در تاریخ اینطور دیده نمیتونه که مثل پیغمبر اخلاق داشته باشه. و وضعنا عنک وزرک، مفرو گذاشتم از تو وزرک باری تو را. وزر اصل صدایی که یک چیزی گرنگ سر چیز میمانی مثل سری چوب قرص جغس میکنه، او را وزر میگه. این جمرات همونطور بوجی که در سری پیغمبر مانده شوه و صدای پیغمبر برایه، یعنی خیلی فشار بوده بده. او کدام است؟ پیغمبر خو معصوم است، گناه منا نداره
که بوج داشته باشه. از او خاطر راجح قول امیسته که مراد از وزر تحمل اینمی مشکلات رسالت است. و وضعنا عنک وزرک، ما فرو گذاشتم از تو وزرک، یعنی امو فشاری مشکلات رسالتی تو را. پیغمبر بسیار مشکلات در رسالت دید، خروز فرا رسید که الله تبارک و تعالی سرش آسان کرد و در این مرحله الله رسان شه که گپ آسان شود. کی گپ آسان شد؟ زمانی که امرها زیاد شد، زمینه یا دامنه گسترش دعوت دین خیلی وسیع گشت. در هر جای صحابه بودن که می رفتن و امی دعوت ها را داده رایی بود. بعد از رحلتش به کلگی معلوم است که دیگه اما سرش آسان شد. اما در حیاتش هم الله تبارک و تعالی بار سنگین خیلی سبک کرده بود. در اول روزی که هیچ کس نباشه و تو تنها دعوت میدی، بوج خیلی زیاد میباشه. باز وقتی که رفیقا پیدا کردی، آلی گپی مردم در تو نمیرسه، هر کس در هر جای. آلی هر جای که شاگرد متوکل است بیچاره در زیر فشار است، خلاص در متوکلش نمیرسه. فهمیده؟ هیچ برای من نمیرسه که چی گپ گفته شده. شما میدانی کاریتان. پیغمبر علیه السلام میگه که ما بار رسالت، امو مشکلات رسالت از تو فرو گذاشتیم. و بعضی مفسرین میگه که بوجی وحی بود، گرنگی وحی که سر پیغمبر می آمد بسیار فشار می آورد. حتی در روزهای زمستان که خیلی سرد بود، عرق از پیشانی پیغمبر روان می شد و همچنان ناقش که او قدر تناومند بود قرار می نشست در جای خود. یکی یا و وضعنا عنک وزرک، ما گذاشتیم از تو وزرک، امو مشکلی تو را. اینجا مخالفت قوم مفسرین به طور خصوصی انگشت نما میکنه. برای آدم هر چیز زور میده خو او سری آدم بسیار فشار میاره. خو فشاری که مخالفت درونی باشه که در خانه باشه، این بسیار خیلی زیاد است. که یا مادر یا پدر یا برادر یا همشیره یا خاله یا عمه یا کاکا یا ماما مخالفت باشه، این بسیار سخت زور داره او بسیار آدم از زیر میاره. الله تبارک و تعالی به پیغمبر میگه او را ما فرو گذاشتم، چرا از اقربای ازی بسیار مردم ایمان آورد. الذی مبارک انقض ظهرک، که خم کرده بود ظهرک کمری تو را، یعنی قریب که میده کنه، اما طور حالت تو رسیده بودی خو الله او را فرو گذاشت. این احسان دیگه. و رفعنا لک ذکرک، آوازه تا بلند کردم لک برای تو ذکرک، ذکر تو را یعنی آوازه تو را در هر جای آوازه تو خیلی بلند و بالا شد. در سر منبر هم اشهد ان محمد رسول الله گفته میشه، آوازه تو بلند است پیغمبر علیه السلام. در جمعه، در عید، همونطور در تقریرها و خطبه ها نام تو بلند کرده میشه. در کتابای سابقه تورات و انجیل صفات تو ذکر شده، یا آوازه و شهرت برای تو داده پیغمبر علیه السلام. دیگه اخذ میثاق الله تبارک و تعالی از انبیاء علیهم السلام کرده بود. هر پیغمبر میثاق گرفته بود که پیغمبر آمد، شما اگر حیات بوده تابعداری از او را و نصرت از او را میکنه، او را عزت میکنه، مثل که در حدیث هم بر ما میآید که الله میثاق گرفته. یکی دیگه الله تبارک و تعالی دیگه او صافی بزرگه، فرشته ها تو را ذکر میکنه، ان الله و ملائکته یصلون، و هم درود میگه بالای تو. دیگه شهرت تو در قرآن کریم شده که متصل اطیع الله چی است و اطیع الرسول. اگر یک آدم سالا اطیع الله بکنه، اطیع الرسول نکنه، هیچ نوع نجات پیدا نمیکنه، مؤمن شمرده نمیشه. این بود همون جایی که الله تبارک و تعالی پیغمبر از ذکرش مشهور کرده. یا تو را متصف به اخلاق حسنه کردیم. از اینجا بعضی مردم دلیل میگه که وای ما میلاد چرا جشن نگیریم؟ قرآن میگه و رفعنا لک ذکرک، ما آوازه تا بلند کردیم. ما آوازه پیغمبر چی میکنیم؟ بلند میکنیم. ما میگیم بلند کردن آوازه و نموسته که پیغمبر برای ما هدایت داده، نقشه داده، در آذان، در اقامت، در درود گفتن، در تشهد قاعده، هر جایی که شریعت برای ما تعیین کرده اون قسم ما شهرت میدیم. این کاری که تو میکنی ایره پیغمبر نکرده، نه تشویق کرده و نه انجام داده، و ایره به نام بدعت یاد کرده خودی پیغمبر، چرا که هر کسی که جدید پیدا کنه او بدعت است. فإن مع العسر يسرا، یقینا همراه هر سختی آسانی است. ان مع العسر، یقینا همراه هر سختی یسرا آسانی است. در مقابل دو عسر یک سختی دو آسانی. بعضی علما نوشته میکنه در اصول قاعده را مانده که یک اسم اگر معرفه دو مرتبه ذکر شود ثانی عین اول است، یعنی همون چیزی که اول بود دوم است. از همون خاطر یسرا نکره است، ثانی عین اول نیست، آسانی دو شد و سختی یکی. لیکن این قول
علما مفسرین محققین ضعیف دانسته، اگرچه یک حدیث هم در این مورد از حسن بصری رحمت الله علیه نقل میکنه لیکن او ضعیف است. بلکه این جمله را الله تبارک و تعالی برای تاکید یاد میکنه. یقینا امرای سختی آسانی است، یقینا امرای سختی آسانی است. هیچ وقت نگویا که سختی تیر نمیشه و این شب سر ما روز نمیشه. تسلی بزرگ نه تنها برای پیغمبر بلکه برای همه دعوتگرا و رهروان راه پیغمبر است که سختی در اول می باشه لیکن اینطور انتظار داشته باشه که آسانی را الله میاره. روزی باشه که تو توحید در سر منبر بسیار بلرزه دل میگی، بدعت رد میکنی. خو روزی شوه که تو قرار نشسته باشی مردم دیگه در سرک مسئله توحید بیان کنه او شرک رد کنه. امروز همون صحنه رسیده یا نرسیده؟ الحمدلله. نوروز کس گفته نمیتونست که بدعت است، ناروا و حرام و سفر و یا زبان کس نمی آمد. حالی الحمدلله زن و مرد مکمل مبلغی گپ گشته، به هر کس تبلیغ است. ایرا بالکل الله ورده نیسته. اما انشاءالله نظر به این وعده آیت قرآن کریم روزی برسیم که رفع الیدین در مساجد مردم به افتخار بکنه. بالکل مردم او را دوست داشته باشه کسی که رفع الیدین میکنه. خب این روز هم انشاءالله رسیده نیست. این روز هم رسیده نیسته که جنده ها امو زیارت هایی که خیلی اهمیت داره یک مجاور نداشته باشه. چرا؟ مراجعه که نباشه مجاور است؟ نانی مغزی داره که با مجاور نبره پیسه نده مجاورش چی میکنه؟ او خب برای از اون نشسته. یک وقت ببینه که فرق نشوه که کدام زیارت است کدام قبرستان. مسلم مملکت عربستان واره و دین تقاضای امیر داره. انشاءالله در روز جمعه سر ازی گپ میزنیم. این گپ آمده نیست. فاذا فرغت فانصب، پس وقتی که تو فارغ شده پیغمبر علیه السلام فانصب، تو خدا خوب مانده کو، فانصب رنج بکش زحمت بکش. الله پیغمبر میگه وقتی که تو فارغ میشی از یک عمل، زندگی تو پیغمبر علیه السلام لحظه لحظهش امرای مهم است، کارای مهم است. زندگی تو زندگی عادی نیست، هر لحظه عمرت یک دم تلاش. از یک امر مهم که فارغ میشی فرد امر مهم دیگه تلاش بکو. قرآن چی درس عظیم به دیگه امتام میده. پیغمبر علیه السلام الله میگه خدا بیکار نگذاری. ما و شما نمیطور میباشیم اگر از یک امر فارغ میشیم فرد امر دیگه خدا مصروف بسازیم. دعوت ما از دمی سرک آلی خلاص شدیم فرد در مسجد میم نماز با جماعت میخوانیم. از نماز فارغ شدیم نفر دیدیم رکوع سجده صحیح نمیکنه آستای کده در پالیش خدا پیش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. بیادرکم خفه خو نمیشی؟ خب قولش بگی خفه خو نمیشی؟ نه. یک روز ما در حدیث شیشته بودیم اینطور خدا معلم نگی. در حدیث شیشته بودیم اونجا در حدیث شنیدم که پیغمبر گفت که کسی رکوع را درست نمیکنه نمازش صحیح نمیشه. تو را که دیدم بسیار رکوعت زود میکنی، چطور میشه که اگر رکوع را چقدر وقت وضویت برآمده امیر نماز که خوب بکنی؟ ما تو را دیدم که امیر پیشانی زدی و پس بالا کردی. اونجا در حدیث ما شنیدیم که نماز منافق شمرده میشه. با مثل نولی خروس واری چی میزنه؟ نول میزنه. قرایی کده عمر کچی میگه الله تو را خیر بده. والا برای ما کس نگفتم ملا نداریم. اگر داریم ما حدیث نمیفهمم. ایره میگه دعوت فاذا فرغت فانصب. قرآن برات تشریح میکنه طرز زندگی تا با کدام سیستم انجام بده. قرآن برای ما میگه بیکار نشینه. بیکاری عامل سخت بدبختی هاست. در کدام جایی که جماعت بیکار است اول خود قمار قطبازی شروع میشه، چلبوز شروع میشه، بگوی ساتیری شروع میشه، ها خنده گوله جنگی شروع میشه، دختر میاد پشتی سرش ها میکنه، چک شروع میشه. همینطور است یا نیست؟ بیکاری عامل فساد است. قوم لوط علیه السلام هیچ وقت نشوید که وا امی کارا را میکرد. بیکاری عامل کلی بدبختی هاست. چرا؟ یک روز که رخصتی میشه، روزای رخصتی را شما ببینه، اگر روزای رخصتی جنایات زیاد میشه یا غیر رخصتی؟ بگوید روزای رخصتی زیاد جنایات میشه. الله از همون خاطر میگه امت پیغمبر باید بیکار نباشه، وقت نداشته باشه. میگه غیبت در زنا زیاد است. چرا در زنا زیاد است؟ زنا بیکار است، قرار نشسته دویش یک جای میشه، کاربار نداره. چرا؟ او کار داشته باشه یک دقیقه بیکار نشه وقتی کسی دیگه عالی نقل بکنه. غیبت از کجا شود؟ غیبت باز میشه؟ نمیشه. گپ اینجا است که بیکاری عامل بسیار جنایات و گناه است. خدا بیکار نگذاریم. کار بهترین چیز است. کدام کار؟ اینجا خب پیغمبر است. فاذا فرغت فانصب، وقتی که تو فارغ میشی از یک کاری مهم فانصب، عالی رنج بکش زحمت بکش در کاری مهم دیگه.
ای پیغمبر چرا حالات و لحظات عمر تو خیلی طلایی است؟ از ما و شما طلایی نیست؟ همین لحظات ماست که نعمتای جنت سرش میخریم. میا بخیر دول عصر و الی ربک فرغب، بسوی پروردگارت حالی تو کارهای مهم انجام میدی. اینقدر کلی کارا را کی انجام داده میتونه؟ دشمنا خیلی زیاد است، مخالفین از هر طرف پروپاگاند و تبلیغ داره. فقط خدا به الله بسپار. و الی ربک، خاص بسوی پروردگارت فرغب، دل بسته کو یعنی اعتماد بکو. بس یقینا دوستا کی میا یکی از یک طرف میا مولوی صاحب در مقابل تو اینی طور گپ در اونجا زدش، دیگه میگه فلانی قطعی مناظره داره، دیگه اینطور. من میگم نه، به الله سپردیم، هر چی که میکنه کلی کارهای خدا به الله میسپاریم، الله پیش میبره.